مامان پارتو پارتو پای طرف یک طرف است تو سلام علیکم خیر رواز پای کوراچا در اینجا نگاه می‌دارد. خاموش. بعدی بر اومدن بعد میفهمی. با تو گفتم خاموش. کودکی بیچاره رو اینقدر نترسانید. دخترم گریه نکن. آدمی گفته گرد نآمد. باز چقدر باید منتظر شویم؟ بعد 1 ساعت میآید. بعد 1-2 ساعت خورسندی رو قید میکنیم. دم این کودک رو گیر. من حاضر می آیم. جانکم هماش میگذرد. باورم کن. با چشمانم نگاه کن. از اینجا یک جای میبرایم. التجا میکنم گریه نکن. مایلا شپا جون. من خبر میدیم. عملیات را آغاز کنید. مرکز شما را گوش میکنند. با ما خبر فوری از مقامات داخلی آمد که عملیات تروریستی می شود. در سراغه محله خانشین کوچه 39 خانه 4 گروه تروریستی تصمیم گرفته است که در بین 1-2 ساعت در مکانی که تا حاضر معلوم نیست حمله تروریستی میگذرانند. آنها تجهیزات ترکننده پر اقتدار را استفاده میکنند. برای دقت همگان را جلب کردن و اغوا انداختن آنها مرکز شهر و جایهای سیر آدم را زیر هدف قرار دادند. نقشه نباید ویران شود. یگان حادثه ناخوشی رخ دهد این تگمچه را زیر میکنی. تجهیزات ترکننده رو در کجا گذارم؟ چی این دختر چرا بیهوده دستگیر کردین؟ با گردنش آویزان کرده روانش میکنی. بیچاره کودک جا به جا میمورد. با من میشود این کار رو با عهده تو نمیگذاشتم، زیرا که تو رو نمیشناسم. لیکن اکای جمال تو رو بسیار تعریف کرد. من برای این دعوا جانم را فدا میکنم. درست میگوید اکای جمال شناسی خوبی من میباشد. من این آدم ها رو با عهده خود میگیرم. با بینای مرکز سودا همچون کارگری آنجا میدرویی. بعد آدمی ما مکان لازمه رو با تو میگوید.
با آدمی در درون بوده گپ زن که پسر این کودک بیهوده داد و فریاد نزند. کودک چی را میفهمه؟ گریه کردن میگیره. تو کار خودت را کن. زود لباست را پوش. همینجا پوشم. در درون میپوشم. خدا مددگارتان شود. کنی این را بخوان. من خونده نمیتونم. تو بخوان. زودتر خون. علی جون پسرم، مادرت قربانی تو شود. چشمانم از گریه نابینا گشتند. چند بهاری عمر گذشت، از رهپایی و گریه چشمانم نابینا گشتند. محمد به من گفت که تو نامه را نویس، من برده به علی میرسانم. حالا من بیمارم، هیچ کس چی بودن تقدیر الهی را نمیداند، اما به گمانم عمرم به شمار مانده است. میخواستم پیش از مرگم تو را به آغوش بگیرم و ببوسم. بی صبرانه انتظار تویم، مادری زارت. نگذشت. خوب نشدی؟ میگذرد دخترم، تو فقط نترس. پدرم زنگ زدم اما جواب نداد مادر جون. دخترم، پدرت از ما دیده کارهای مهمتر دارد. همش خوب میشود. با من یک پیاله آب بیار. حاضر مادر جون. بیا از اینجا میرویم. چند سال شد که مادرم را ندیدم. اگر مرا بیند شاید نشناسد. بس بیا میرویم. علی، اوی برای رفتنمون اجازت میدهند؟ میگریزیم. بعد این همه عذابها در جای دلخواهمون زندگی میکنیم. من به گفته های تو راضی هستم. به خاطر تو اینجایم. بگذار گفته تو شود. آخر من از جونم بیزار شدم. امشب میگریزیم تا از این عذاب خلاص شویم. بله میگریزیم. گریخته به خانه امون میرویم. ما هم انسان بر این زندگی میکنیم. علی، تو باغچه را پاسبانی کن. من نزدیک کودک میروم. شروع میکنیم.
شما از آن طرف. رفیقان باید با دقت باشید. در درون یک زن از مقامات و یک دختری 8 ساله می باشد. هرگز به فرمان بالا نپرانید. اگر لازم شود جان ما رو فدا میکنیم، لیکن به فرمان بالا نپرانید. کار را آغاز میکنیم. نوبت شما. بعد از 2 دقیقه در آنجا میشوم. برادران احتیاط باشید و شما باوری دارم تلفن ها رو خاموش کردن لازم. عملیات به عهده توست تعریف. تشکر اکا. بعد از 2 دقیقه عملیات را سر میکنیم. سلیم رفتیم. خدا. دادا جان در کجایید؟ من چیکار کنم؟ اوف. ای دخترم، برای خوراک شام چه پختنت رو از من نپرس. حالا وقتی سوال دادنت نیست. چی شد دخترم؟ چی شد؟ دادا جون، دادا جون،
دخترم ایست، آرام شو. کنی گپ زن چی شد؟ آرام شو. مادرم وقتی در بیهوش شدن. دادا جان میترسم. مایلش دخترم، مایلش دخترم، آرام شو. ظریف، در حال به خانه ما یک ماشین یاری تجاری روان کن. چرا اکا بخیر است؟ اطاعت سردار. دختر جانی عزیزی من، حالا همراه تو پدر و دختر کاری خوبی رو به انجام میرسانیم. مایلش. خواطر نشو برادر. چشمانت ضرر جدی ندیدند. صدقه های دادت شفاعت کردند. کمی خیره میبینم. خیلی دلیرانه رفتار کردی. طاقت کن برادر. نه بخور دود نزنند. گفته خودم رو به بالاش پرتفتم. سلیم، تو از همینجا نظارت کن. به یکان جای نرو. فهمیدی؟ مایلش سردار. فهمیدی؟ بله انا دیدی. تشنه شده است. تشنه مانده است. حالش بد شده است. حالا باشد تو از نزد مادرت دور نشو. اما که دکترت در راه می باشد. حاضر می رسد.
لعنتی ها حمله میکنند. تعیناتی مخصوص آمده است. مادری هاتایم تعیناتی مخصوص آمد. حمله میکنند. و در اون در آمدن. در آنجا عارف و سلیم می باشند. با دقت شوید رفیقان، با دقت شوید. آی لعنتی ها، اگر مرد باشید به اینجا بیایید. دخترم من به تو دیرتر زنگ میزنم. دادا جان ایست خاموش نکنید. اوچه رو آبای همشیره مادرم آنجاست. نشان زنها را دور کنید، نباشد همه را میپرانم. در شوید گفتم، دف شوید. ظریف کناری است. برای اون که تو رو شنوم تیرپرانی رو بس کن. برای تو رو شنیدن پراندن رو قطع کن. دمت را گیر. با کی میگویم همه دف شوید. به قفا گفتم، به قفا. اول تیرپرانی رو بس کن. مسئولیت میدیم تیرپرانی رو بس کن. همه به قفا روند. نباشد این پدک را میکشم. به قفا. آقا اجازت او رو پرانده نابود کنیم. کودک نمیشد من چیکار کردنم رو میدانستم. کارتال یک، کارتال دو. کارتال دو گوش میکند. مردم رو هرچی زودتر محافظه کنید. فهما سر میکنیم. آقای عارف باز قهرمانی خود را نشان داده به درون می‌دراید. ما برای احتیاط مردم محله را خالی میکنیم. کار ما فقط محافظت است. زود باشید، سر میکنیم. عملیات را سر کنید. اطاعت سردارم. اکا داستان بسیار بد میخورد. وقتش رسید. صبر و طاقت نیست. تو در بطن مادرت چقدر صبر و طاقت کرده ای؟ یک دقیقه ایست برادر. صبر کن. عارف و سلیم در درون میباشند. کریم موقع آنها را گپ زن. من آنها را میبینم. آنها به درون در آمدند. آنها را به نشان گرفتم. اگر فرمان دهید او را میپرانم. فهما منتظر شو. رفیقان در درون میباشند. عارف زود شو. زود باش دوستم.
برای دیدن عزرائیل فرصت هم نداری. تو را راست به جهنم میفرستم. دختر را میکشم، کودک را میکشم. میکشم گفتم، میکشم کودک را. عبدالله ما شهید میشویم. اما تو چی میشوی؟ این را فکر نکردی؟ برای شان و شرفی تو مگر پیکره میگذارم؟ همین خیلی گمان نکنی قاتل. دختر را میکشم، دور شو که میکشم. شو که میپرانم، دور شو. برو میکوبی. خودش دیگم. همین ما رو فروخته است. خواهیم بسیار خوب. برای برآمدن او رو استفاده میکنم. هر دویشان رو با یکدیگر ببند. سلاح را پرتا گفتم. نباشد هم زن و هم دختر را میپرانه. نشونیدی سلاح را پرتا. پرتا سلاحات را گفتم. پرتا سلاحات را. پرتا. زنجیر را بیار. اینها را میبندیم. مایلش. کنی دستت را به من ده. دستت را گفتم. نمیشنوی؟ دستت را دراز کن دستت را. با کی میگویم؟ دراز کن. زودتر دستت را دراز کن. تمام کردم. زنی جسورتان و رمبوی قهرمانتان در دست ما می باشد. شنیدید؟ اگر به قفا نروید هر دویشان میمورند. وای چی میگوید بالتا؟
وای ما میکنند اکا عارف سلیمان را نیست میکنند. بسیار خوب، اما آدمی ما را چخل فهمیدند. گفتند که زنی جسور شما در دست ماست. نباشد، آنها را میکشم. کارتال 3 کارتال 1 گوش دارم برادر. اکا گفتشونی دارن. اکای عارف بازن دستهایشان بسته. سلیم رو میبینی؟ دیده نمیشود. التماس مادر جان، التجا میکنم با من بمون. نرم مادر جان، مرا تنها نگذار مادر جان. بیا جونکم، بیا مادرم رو تنها نمیگذارم. گریه نکن، مرا تنها گریه نکن، مادر صحت میشود. اکا بیا حمله کنیم، دیگر طاقت نیست. کار ما زیرکی را طلب میکند، احتیاط بودن را طلب میکند. هرگز به سراسیمگی راه نمیدیم. باید گفتشونید کنیم برادر. اگر به آدم های آنجا بوده ضرر رسد به نفع شما انجام نمی‌یابد. با گفتشونید باید راه حل مسئله را یابیم. به این طرف گذاره. اسیران رو استفاده برده اونها رو 1-2 ساعت آواره میکنیم. تجهیزاتی ترکنده رو باشد از قسم قفا روان میکنه. تا عملیات عملی نشود از اینجا نمی روید. بسم الله. خاک شو!
دخترم نه دخترم خیز زودتر دخترم نفس کش زودتر نفس کش دخترم زودتر سلیم در درون زخم برداشته است. اونجا بسیار خطرناک است. شما خوب هستید؟ ما خوبیم. نفس کش سلیم بدت شد من کشتم خودت رو به دست گیر برای خدا خودت رو به دست گیر چی کاری کردم من رو کشتم خودت رو به دست گیر من کشتم میفهمید سلیم من پروندم من پروندم سلیم آخر من رو کشتم من سلیم برادرم من کشتم او رو دخترم من کشتم او رو سلیم خیز انا ببین زنده است خدا را شکر دخترم خوب هستی؟ نترس دخترم همش خوب گذشت دخترم به کتفش رسیده است شکر خدا که به کتفش رسیده است خیریت زنده ای آفرین به تو بسیار هم دختری جسور بودی آفرین دخترم سلیم کودک ها زنده اند یگان چیز نشده است خدا را شکر خدا را شکر زنده ای شکر که همش به خوبی انجامید دادم رو بیازنید اپای پولیس دادم رو دیدن میخوام با دادت خبر دادیم حاضر می آید مادر جان دیره نکن
مادر جان مادر جان مادر جان دادا جان دادا جان دختر جانم دادا جان چرا ما رو تنها گذاشتید؟ نترس دخترم نترس دادا جان خداوند همراه ماست مادر جان مادر جان مادر جان دخترم جانکم ساله تو در کجا بودی؟ در کجا بودی؟ مادر جان آمدم جانکم در نزدم مادر جان گریه نکن دخترم مادرت خوب است گریه نکن حالا باشه درو به اتاقش میبریم ایلش گریه نکن همش خوب میشود